تیم ربایندگان با نقشه دقیق و برنامه‌ریزی از پیش طراحی شده، خانواده‌ای را اسیر کرده و ضمن اعمال شکنجه‌های هولناک، اموال منقول و غیر منقول آنها را با هماهنگی‌های حساب شده و ظاهراً قانونی به تصاحب خود درآوردند. بر اساس اسناد و شواهد قضایی، این پرونده رازآلود یکی از عجیب‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین اتفاقات چند دهه اخیر در این استان محسوب می‌شود. آسمان رشت همیشه پر از باران‌های نقره‌ای نیست. گاهی هم اسراری تاریک و وحشتناک در دل خود دارد. حدود 3 سال پیش در این شهر محبوب و مرطوب حادثه‌ای رخ داد که باورش دشوار است. حدود 1 ماه و نیم ما را در طبقه همکف خانه‌مان نگه داشتند. برای جلوگیری از دیده شدن، پنجره‌ها را بسته بودند و درها را برچسب زده بودند. هوایی در خانه جریان نداشت و ما حتی روز و شب را از هم تشخیص نمی‌دادیم. در این مدت آنها از اموال ما سوء استفاده کرده و با تهدید و ضرب و شتم وکالت‌هایی از ما گرفته بودند. 1 یا 2 روز مانده به بهار 1401 ما را به طبقه دوم منتقل کردند. آنجا هر 2 نفر را با زنجیر به هم بسته بودند. تمام درها و کمدها قفل شده بود و ما بیش از پیش احساس خطر می کردیم. تهدیدهایشان برای کشتن ما و خانوادهمان همچنان ادامه داشت. آنها به ما قرص‌های قوی می دادند که ساعتها بیهوشمان می کرد. زمانی که بیدار می شدیم، گیج و ناتوان بودیم. هر 20 روز یک بار اجازه می دادند نیم ساعت استحمام کنیم، آن هم تحت نظارت. از طریق پیامک‌ها و دوربین‌هایی که نصب کرده بودند، هر کسی که به دنبال ما می آمد را فریب می دادند و از پیگیری منصرف می کردند. زندگی ما به کابوسی تبدیل شده بود که هر روز ترسناکتر می شد. آنها با نمایش فیلم‌های خشونت‌آمیز و تهدید مداوم از ما پول و اطلاعات می‌خواستند. غذاهای خودشان را از رستوران‌های محلی تهیه می‌کردند، اما ما را مجبور می‌کردند نان ساده بخوریم. هر اعتراضی با تنبیه شدید همراه بود. این گونه روزها یکی پس از دیگری سپری می‌شد. روزهایی که نمی‌دانستیم آیا زنده می‌مانیم یا نه. حتی صحبت کردن با یکدیگر هم ممنوع بود و کوچکترین تخلفی با تهدیدهای جدید روبرو می‌شد. همسر آقای علمخواه در مرور خاطرات تلخ خود از 29 ماه اسارت تصویری هولناک از ظلم و ستم بی‌پایانی را ترسیم کرده است که او و خانواده‌اش تجربه کردند. او از دوران سختی می‌گوید که در آن حتی کوچکترین حقوق انسانیش سلب شده بود. اجازه صحبت، نگاه کردن یا در آغوش گرفتن فرزندان و همسرش از او گرفته شده بود. هر گونه حرکت یا اشاره از سوی او با تنبیه مواجه می شد. تنبیهی که نه تنها شامل خودش بلکه شامل اعضای خانواده نیز می شد. تهدیدهای مکرر مبنی بر آسیب رساندن به فرزندان یا از بین بردن خانواده او را به اوج استیصال رسانده بود. گروگانگیرها با تهدید به مرگ و نابودی او را مجبور به اطاعت می کردند. آنها حتی وضعیت جسمی و روحی فرزندانش را به شدت وخیم کردند تا فشار بیشتری وارد کنند. محرومیت از انجام عبادات یکی دیگر از ابزارهای این جنایتکاران بود. آنها قرآنی که در خانه بود را ضبط کردند و حتی زمزمه زیر لب نیز با حمله و کتک مواجه می شد. این اقدامات نه تنها جسم او را آزرد بلکه عمیق‌ترین باورهای معنوی او را نیز هدف قرار داد. او مجبور شد تمام دارایی‌ها و اموالش را فاش کند و در برابر تهدیدهای بیرحمانه تسلیم شود. هر گونه مقاومت یا تلاش برای حفظ استقلال با شدیدترین تنبیهات همراه بود. از کودک خردسال گرفته
تا والدین مسن او هیچ یک از اعضای خانواده از آزار و اذیت بیرحمانه در امان نبودند. جنایتکاران با نهایت سنگدلی زندگی و روحیه آنها را نابود کردند. این روایت نشان دهنده عمق ظلم و جنایتی است که این خانواده تحمل کردند. پیامدهای چنین حوادثی فراتر از آسیب‌های جسمی و مادی است و به حمایت روانی و قضایی جدی نیاز دارد تا عدالت برقرار شود و این زخم‌های عمیق التیام یابد. حرف زدن برای همسر آقای علمخواه دشوار بود، اما با بغضی در گلو به مرگ غم‌انگیز مادرش اشاره کرد و گفت: مرگ مادرم یکی از بزرگترین جنایت‌های این افراد بود. او زنی بیگناه بود که نتوانست فشار روانی و شکنجه‌های مداوم آنها را تاب بیاورد. گروگانگیر در بیمارستان خود را فرزند مادرم معرفی کرد و بیمارستان نیز به مدرک هویتی او اهمیتی نداد. در همین فرصت بقیه اعضای خانواده را به شدت تحت کنترل گرفتند. دست و پای همه جز من، پدر و برادرم را بستند. آنها با تهدید طنابی دور لوستر انداختند تا وانمود کنند قصد آویزان کردن فرزندم را دارند. وقتی ما را برای رفتن به بیمارستان و خاکسپاری آماده می کردند، چشم بند زدند و گفتند: خوب نگاه کن. شاید این آخرین باری باشد که خانواده‌ات را زنده می بینی. سرنوشتشان به رفتار تو بستگی دارد. در بیمارستان و مراسم خاکسپاری، همدستان آنها مراقب کوچکترین رفتار و حرکات ما بودند. تهدید کردند اگر کوچکترین شکی به ما کنند، با تماس فوری اعضای خانواده را قتل عام خواهند کرد. در طول خاکسپاری مادرم فشار روانی چنان سنگین بود که حتی توان عزاداری نداشتم. برای عمیق‌تر کردن رنج ما اجازه ندادند خواهر کوچیکم که وابستگی زیادی به مادرم داشت در مراسم شرکت کند. این غم هنوز هم خواهرم را رها نکرده و او همچنان در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد. همسر آقای علمخواه در پایان گفت: آن زن گروگانگیر و همدستانش بویی از انسانیت نبردند. تنها خدا میتواند آنها را به سزای اعمالشان برساند و شاید این تنها تسکینی برای قلب‌های زخم خورده و مصیبت دیده ما باشد.